امنیت به نظر من یعنی که ملت آسایش داشته باشن، آرامش داشته باشن. برای افزایش امنیت اولین قدمی که ما میتونیم برداریم همین مردممون، همین خودمونیم. یعنی خودمون باید دست به کار بشیم. تا جایی که میتونم قطعا اگر موارد مشکوکی باشه، یه رفت و آمد مشکوکی باشه، خونه مشکوکی باشه، به خاطر جان خودمون هم که شده باید با هم باشیم و گزارشاتی که میبینیم و حس میکنیم که مشکوکن به 113 110 تماس بگیریم، حتما اطلاع بدیم بهشون. و خب چه بهتر که باید کسی که بتونه به این دلیل کمک بکنه به امنیت کشورش و مردمش، خب قطعا باید این کارو بکنه که مشکلات بزرگتری پیش نیاد. تو اون محیطی که دارن موشک‌بارو میکنن بچه کوچیک از خانواده هست. اگر یکی میبینم اون دست خیابون داره یه کاری میکنه که بسیار مشکوکه، حتما باید با 110 113 114 تماس بگیرن، اطلاع رسانی کنن برای حفظ. شاید اون فرد میخواد بمبگذاری کنه، شاید ما یه کاری انجام بده. تنها چیزی که میتونه ما رو از سختی‌ها و این مشکلات نجات بده خودمونیم. تا خودمون یه تیم نشیم هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ما مردم به هم زنجیرواریم. اگر با هم متحد باشیم، به دولتمون کمک کنیم و دولت هم هوشیارتر میشه و جلوی این افرادی که به کشور ما سوء قصد داشتن رو جلوگیری میکنه و هیچ وقت یه اتفاق نمیفته. پس اول مردم بعد دولت، چون مردم جمعیتش بیشتر میتونه اطلاع رسانی کنه. خودتو معرفی کن. اسمت چیه؟ من هومنم. شغلت چیه؟ من دانشجوام. به چه اتهامی الان اینجایی؟ اتهام جاسوسی برای اسرائیل علیه ایران. قبول داری این اتهام تو؟ بله قبول دارم. توی محتویات گوشی تلفن همراهت یه سری تصاویر، فیلم‌ها و موقعیت‌هایی مشاهده شده که ارسال کردی برای یک شخص و شماره ناشناسی. در خصوص اون شخص یه توضیحاتی به ما بده. حالا از زمان شروع جنگ ایران و اسرائیل فردی به نام دانیال از کشور آلمان به من پیام میده و از من میخواد که از منطقه‌ای که بمب خورده، موشک خورده برم فیلم و عکس بگیرم براش بفرستم. خودتو معرفی کن. اسمم غلامه. چند سالته؟ 47 سالمه. به چه اتهامی اینجایی؟ همکاری با رسانه‌های مرتبط با اسرائیل. قبول داری این اتهام تو؟ بله. تو چه شبکه‌های اجتماعی عضوی؟ من تقریبا همه شبکه‌ها هستم، توی اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، توییتر. زبان فارسی، زبانت فارسیه درسته؟ بله درسته. چرا اینقدر کانال عبری عضوی؟ دنبال با شروع جنگ من فقط دنبال این بودم که از آخرین اخبار مطلع باشم. حتما باید به زبان عبری می بوده؟ چجوری زبان عبری رو متوجه میشی؟ 2 تا از کانال عبری بود. بله. 2 تا از کانال عبری تو چند تا شبکه اجتماعی مثل تلگرام و توییتر و اینا. بله. چجوری زبان عبری رو چیکار می‌کردی؟ من اینا رو کپی می‌کردم، متناشو می‌آوردم داخل گوگل ترنسلیت، ترجمه می‌کردم ببینم چی نوشته. متن فارسی رو هم ترجمه می‌کردی، ارسال می‌کردی براشون. خیر تو تمام تحقیقات ما به این رسیدیم. خیر یعنی چی؟ توی تمام اینا تک تک ارسال می‌کردی براشون تو شبکه اجتماعی. بله بله. طبق بررسی‌های ما حدود 50 تا دیتا براش فرستادی، شامل تصویر، موقعیت یا فیلم. بابت هر کدوم از اینها گفتی چقدر قرار بوده بهت بده؟ $10,000. $10,000 میشه، جمعش میشه حدود $500,000. آیا این $500,000 رو به حسابت واریز کرده؟ قرار بود چجوری واریز کنه؟ نه واریز نکرد. به من قول داده بود که تا ظرف 1 ماه آینده همه پول رو یکجا بهت میدم. میگفت حساب کاربریم الان به مشکل خورده، نمیتونم از طریق همون ارز دیجیتال همون برنامه برام پولو بزنه. چیزی تا حالا واریز کرده برات؟ نه پولی نزده برام.
هیچ برات سوال نشده بود این تصاویر یا فیلمایی که ازت میگه از چه نقاطی دقیق بفرست؟ از نقطه مثلا بمبگذاری شده، از اونجایی که انفجار صورت گرفته، برات سوال نشده بود اینا رو برای چی میخواد؟ من فریب خوردم، گول خوردم. فریب خوردن و گول خوردن تو الان به درد من نمیخوره اینجا. فریب چی رو خوردی؟ فریب خوردن تو باعث شده یه مش خانواده داغدار شدن، یه سری از سرمایه‌های مملکت از بین رفتن. فریب خوردن تو الان به چه دردی میخوره اینجا؟ تو اگه الان پولت هم گرفته بودی، ما هم نگرفته بودیم، قاه قاه داشتی به ما میخندیدی. اشتباه از چه کردم. طریقی اون با تو ارتباط گرفت؟ اولی پیامی که بهت داد چی بود؟ چجوری وسوسه‌ت کرد؟ از طریق واتساپ بود. خب چی گفت بهت؟ به زبون فارسی هم بهم پیام داد. خب به من گفتش که به ازای هر عکس و فیلمی که بفرستی برای من و صدای خودت باشه، یعنی یه جور معلوم باشه که واقعی خودت گرفتی، من به تو $10,000. یعنی هر کسی میدم. به تو بگه $10,000 حاضری به خاطرش وطن تو بفروشی؟ باز حاضری به خاطرش خیانت بکنی به مردمت؟ به کشورم خیانت، فریب خوردم. فریب خوردن تو الان به چه دردی میخوره؟ غیر از اینی که یه مش خانواده رو داغدار کرده، زن و بچه مردم و بچه کوچیک، زن باردار، پیرمرد و پیرزن مریض الان زیر خروارها خاکن، شما نشستی اینجا میگی من فریب خوردم. موقعیتی که فرستادی مال کجا بوده؟ مال کدوم؟ از همین مناطق بمبگذاری شده بوده؟ لوکیشن فرستادی؟ بله از مناطق بمبگذاری شدم. این صوتی که داری رو ما الان برات پخش میکنیم، خودت ببین صوت خودت هست یا نه. این صوتو ببین. من رو گوش اینو قبول، این گوشی خودته دیگه که دادی به ما. بله. اینو ببین الان صوت شماه. آقا سلام دانیال جونم. بابا اسرائیل زد، اسرائیل قراره اسرائیل زد. آقا من صبح بلند شدم زد، تهران رو زده، چند جا رو زده، یهش کردم. خدا کنه دفعات بزنه صاف فرانسه، بزنه جرتابات بترکیم. بابا ایول انقدر خوشحالم نمیدونی. ازت خواسته بود اینو بگی؟ بله از من خواسته بود که با خوشحالی وایس بدم، با صدای پر شوق و ذوق وایس بدم، یه جوری که انگاری کاملا این خوشحالم. الان این صدایی که من میشنوم حاکی از فریب خوردنت نیست، انگار واقعا خوشحالی تو کل وجودت بوده. نه معلومه دیگه این صدا. من بعد فریب لایکایی خوردم. که بعدش فرستادی، استیکرهای خنده‌ای که فرستادی همه رو، یعنی واقعا ارزش این داره شما میلیون‌ها دلار هم بهت بدن به مملکت خودت خیانت کنی؟ اهانت کنی به مردم خودت، وطن خودت، ناموس خودت؟ الان تو میگی پشیمونم. فرض رو بر این بگیر صبح از خونت اومدی بیرون، پدر و مادر و خواهر و برادر تو خونه نشستن، هر یه منطقه‌ای از تهران، همون خونت مورد اصابت حمله قرار میگیره. آیا حاضری دوباره اینو بذاری برای اسرائیل با خنده و خوشحالی؟ نه اصلا. یعنی دوست داری پدر مادر رو فرض کن اون پیرمرد پیرزنی که زیر آوارن پدر مادر خودتن. به هیچ عنوان اصلا نه. ولی اون لحظه ای که به فکر پول بودی به فکر این چیزا نبودی، فقط دنبال اون بودی که بابت هر رکوردی که برای اونا بفرستی $10,000 بگیری. پول منو گول زد، فریب. می‌دونستی این لوکیشن هایی که تو براشون رفتی فیلم گرفتی قبلا از طرف یه سری افراد دیگه شناسایی شده، براشون فرستاده شده؟ خبر نداشتم، نمیدونستم. ولی وسوسه شدی به خاطر اون پوله. بله به خاطر چقدر گرفتی از اون پوله؟ هیچی، به من گفت داد 1 ماه دیگه پولو میزه، آخرش هم هیچ خبری نشد. ساعت الان 3:37 ورودی فرهزاد پایین، یه ساختمون مسکونی رو زده شده.
خب همراه میشیم با شما عزیزان جهت حضور در محل‌هایی که از سوی رژیم منحوس صهیونیستی مورد تهاجم و حمله قرار گرفته. چند وقت هستش که در این محدوده شما سکونت دارید و فعال هستید؟ محل 5 سال هستید. 13 سال هستش که توی این محل حضور دارید. از اون روز لطف کنید به ما بگید ببینید چه اتفاقی افتاد. ساعت 3:30 بود. بله. همون کاسبی حالت عادیمون رو داشتیم انجام میدیم، دم درم بودیم، داشتیم مشتری را مینداختیم، یهو دیدیم یه انفجار از اون طرف، یه حالت یه چیزی به سمت این ور اومد. ما دیگه سریع اومدیم داخل. چند صدای انفجار رو شنیدیم؟ و 2 تا انفجار بود. بله. یهویی 2 تا انفجار، انقدر فاصله‌شون هم کم بود انگار یه انفجار بود. یکیش که به همین ساختمان مسجد خورد، امور مساجد. اون پایین‌تره. بله. موج دومش هم که چند ثانیه بعد از اون بود که وسط چهارراه پشت چراغ قرمز اصابت که واقعا قابل توصیف نیستش. اینجا ترافیک بود، اینجا چراغ قرمز بود، بله. ماشینا جمع شده بودن. اگه بگم 20 تا ماشین رفت رو آسمون شاید کسی باور نکنه. ماشینا مچاله شده بودن. یا اولپر، یا اولپر، یا امام قلیب، یا امام قلیب، یا امام قلیب. دیگه ما دویدیم داخل، جنس هامون هم همه چون موج انفجار داشت، جنس هامون هم همه ریخت داخل. دیگه آروم که شد برگشتیم، دیگه دیدیم این طرف که آوار ریخته بود، پایینش بانک شهر بود ریخته بود، روبروش پارکینگ شهرداری بود که کلی آسیب دیده بود. اون افرادی هم که حالا ماشیناشون اینجا در حال رفت و آمد بود، شیشه هاشون خورد شده بود، آسیب جانی دیده بودن یه سریا. شوهاش حالا ما این طرف موج بودیم، زیاد به ما اصابت نکرد، در حد سنگریزهای ریز بود، ولی اون طرف تا شوهای 100 متری اون طرفش مغازه ها هرچی بود شیشه هاش اومده بود پایین، هم داخل آسیب دیده بودن هم مغازه هاشون. واقعا قابل توصیف نبود. یعنی من به شخصه انفجار دوم همینجا اتفاق افتاد که فکر میکنم به قد 5-6 متر فرو رفت تو زمین، بعد انفجار شد. یعنی به اندازه 1 دقیقه فقط از آسمون آسفالت بود که میریخت پایین. یعنی اینقدر موج انفجار شدید بود. چه شبکه‌های عضو، چه کانال‌های عضو بودی؟ کانالایی که فارسی بودن این بود و البته فارسی هم بود، اونم به زبان فارسی بود. بله. 2 تا کانال عبری بودن دیگه، اسم اینا رو بلد نیستم الان هست. چیا میفرستادی براشون؟ من معمولا جایی که دچار انفجار میشد یه عکس میگرفتم میفرستادم. ازت میخواستن دیگه؟ نه، من فقط عقده مطرح شدن داشتم. میخواستم مثلا بگم من خبرنگارم. من توی یکی از همین برنامه‌ها فکر کنم تو تلگرام ازت خواسته بودم که براشون فرستادی دیگه. من خودم شروع کردم فرستادن. خودت یعنی خودت داوطلب بودی، پس اینجوری نیست که بگی ناآگاه بودی، خودت فکر دوست داشتی مطرح بشی میفرستادی براشون. فکر می‌کردم اینطوری مثلا خبرنگارم. بعد فکر می‌کردی؟ متأسفم. تأسف تو به چه درد من میخوره؟ موقعیت چی ارسال کردی؟ لوکیشن؟ موقعیت نبود، من فقط یه دونه بالای کوه بود. خب کجا بود حدوداً؟ منطقه 22 بالای کوه بود. خب این انفجار ایجاد شده بود، عکسشو گرفتم. خب و چون نمیدونستم چیه فرستادم برای همون 2 جا موقعیت فرستادی. 2 جا، هر 2 جایی هم که بعد از چند روز اونجا مورد اصابت موشک قرار گرفته. درست میگم یا نه؟ اونجا مورد قرار گرفت که من نه خیر، اون روز که رفته بودی عکس گرفته بودی، اون روزی که موقعیتشو فرستادی رو دارم میگم. موقعیت توی تلگرام موقعیت فرستادی، 2 جا لوکیشن فرستادی. یه لوکیشن برای شهرک شهید باقریه، یه لوکیشن هم برای همون منطقه 22 که فرستادی. نه، همه دوتاش یکیه. من دارم میگم خودم تو کارشناس بررسی بودم. بله خب دوتاش 2 جا فرستادی. دوتاش یه قسمت. نه 2 جای مختلفه. اون اینی که دارم بهت میگم یکی شمال شرقه یکی شمال غربه. بله.
کارم اینجا میکردم اینجا توسکار لطفا بیمارستان پزشکای اوین که مورد اصابت قرار گرفته و نگاهی هم دادی بخش عمده ای از آتش رو خاموش کردن، اما هنوز بود از اونجا بلند میشه. اینجا هم قسمت های آشپزخونه و خدماتی اوین هستش. ما اینجا هستیم برای اینکه قرارهای دوستانه من و خواهرم اینجا برگزار میشد. وقتی میخواستیم همدیگر رو ببینیم، با هم حرف بزنیم، درد و دل کنیم، میمدیم اینجا و الا میتونستم شما رو به منزلمون ببرم. جای محیط دوستانه تر، خانوادگی تری بود. خواهرم همه روزشو تقریبا با من میگذرون. از ساعتی که بیدار میشدم متوجه میشد من از سر کار اومدم خونه، میمد خونه ما تا وقتی که میخواستیم دیگه بخوابیم که من میرفت خونه خودش. خواهر من متولد 1363 20 دی 1363. سالی که خواهر من به دنیا اومد مادرم مریض شد. من اون موقع 9 سالم بود. خواهری داشتم یه سالش بود، یعنی که مادر من دیگه خیلی حالش بد بود و دیگه نمیتونست از جاش بلند شه بود. یه جوری انگار خواهرم رو من بزرگ کردم، برای همین احساس میکنم که من دخترم رو از دست دادم، نه خواهرم. دلیل اینکه هیچ وقت ازدواج نکرد، اصلا فکر ازدواج رو نکرد، این بودش که خب به هر حال شرایطی برای اینکه بخواد مادرم رو تنها بذاره تو خودش نمیدید. وقتی هم که پدرم فوت کرد که دیگه اصلا شرایطش سخت‌تر شد. این یه سنجاق بود که به مامانم بست. 2 تیر 1399 مادر من فوت کرد. به قول خودش از سال 1401 به بعد انگار زندگی کرد. این آخری‌ها که داشت با هم خیلی حرف می‌زدیم میگفت آبجی من تازه این 3 سال فهمیدم زندگی کردن چجوریه. آدم به اختیار خودش بخوابه چجوریه. آدم به اختیار خودش بیدار شه چجوریه. بهش گفتم تو خیلی برای مامان زحمت کشیدی، انشالله خوشبخت میشی، انشالله راحت میشی، راحت زندگی میکنی. گفت حالا امسال که با سفر تموم بشه مثلا بریم تو مراحل ازدواج. میگم آره آبجی حتما این کار بکن، برات خوبه، زندگیت رو مثلا از این رو به اون رو میکنی، یه روی جدید از زندگی میبینی. یه بنده خدایی از دوستان نزدیک خواهرم بودن که توی محل کار با هم آشنا شده بودن. این آقای موبایل فروشی داشت. توی این معاملات موبایلشون انگار مثلا یه چکی داده بودن برگشت برده بود و یه خطی رو جابجا کرده بودن و پول رو ریخته بودن ولی سند رو نداده بودن. 2 تا شاکی داشتن. این 2 تا شاکی از این آقا شکایت کرده بودن. خیلی قبل‌تر از شروع این جنگ 12 روزه، خیلی قبل‌تر از این جنگ این آقا افتاده بودن زندان. خواهر من در جریان اینکه افتاده زندان اینا بود و خب به هر حال خودش باید این چک رو پاس می‌کرد یا اینکه این کارا رو می‌کرد و اینا. این آقا تو زندان زنگ زد گفت هیچ کس نیست. حتی مثلا که دوستای صمیمی من تهران رو ترک کردم. اینجا هم مثلا به قول خودشون پدافند زندان اوین داره میزنه و من مثلا درگیرم این تو مثلا به داد من برس شما اینا. خواهر من گفت اگه در حد من حتما باید انجام میدم، مثلا که حالا شما اونجا نمونین، کار خیره. روز 2 تیر ماه سال مادر من بود که من با خواهرم شبش، یعنی روز شب دوم با خواهرم صحبت کردم، فردا صبح ما با هم میریم سر خود. خواهرم گفتش که آره آبجی بیا بعد بین ساعت 8 تا 1 بریم، چون 8 آتش بس میکنن، یعنی نه اینا میزنن نه اونا، 3 دوباره شروع میکنن، تو این زمان بریم و برگردیم. گفتم باشه. خوابیدم 8 صبح شدم اینا خواهرم خوابه، گفتم بیدارش نکنم، یه استراحت کنه، عجله که نداریم میریم دیگه. 9 دوباره نگاش کردم خواب 9 10 دقیقه 9 20 دقیقه بود، دیدم که خواهرم داره راه میره تو خونه لباس میپوشه. حالا من نمیدونستم تلفنش زنگ خورده، بعداً متوجه شدم.
بعد گفتم خب چون خواهرم دیرتر حاضر میشه میخواد حاضر بشه بعد منو صدا کنه. دیدم نه من صدا نکرد، موتوشم پوشید داره میره. پشتم گفتم مامچی کجا میری؟ منم مثلا میخواستم میره سر خود. گفت چی؟ این بنده خدا اصیل نان زنگ زده میگه از نصف شب پدافندا داره میزنه، من مثلا میترسم و اینا. برای من بیا این کار رو انجام بده من بیام بیرون، چون اگه این برگه برسه به دست دادگاه من میام بیرون. من به خواهرم گفتم مبجی بذار مثلا بعدم برو، خطرناکه اگه پدافندای اونجا میزده خطرناکه. گفت گناه داره، منتظر چشم به راهه، میترسه تو زندان. گفتم تو هم میترسی؟ مگه تو نمیترسی؟ گفت الان که دیگه نمیزنن، من میرم زود برمیگردم. تا من برگردم تو حاضر شو. خواهرم رفت، یه نفر دیگر رو چشم به راه نذاره. الان 3 هفته است که من چشم خب چی گرفتی؟ چی بابت این چی بهت میدادن؟ قولی داده بودن، پولی بهت بدن؟ قولی نداده بودن. قولی داده بودن. پس این پولایی که توی کفش جاسازی کرده بودی برای چی بود؟ اونا از ترس این بود که تهران میزنن. یعنی منم پول خیلی تو جیبمه، باید تو کفشم جاسازی کنم از ترس اصلا تهرانم بزنن فکر کردی کفشت نجات پیدا میکنه؟ اون از ترس تو فکر کردی من نمیفهمیم؟ اگر تو پول تو کفشت جاساز بکنی تهرانم بزنن و از بین میره پولت. پول دلار بود؟ بله. خب اگه تهران هم میزدن خب توی پیش من بود، تو کفشم بود. چطور میخواد تو جیبت بود فرقی میکنه با کفشت؟ خب من فکر میکردم ممکنه امن نباشه، ممکنه دزد بیاد ازم بگیره. شما خودت سردسته ای، دزد میاد به تو بزنه، از کجاها عکس میگرفتی؟ روی گوشی تلفن همراه از دکلای مخابراتی، دکلای برق فشار قوی، سفری که اماکن دولتی. بله. اینا رو برای به چه انگیزه عکس میگرفتی از اینا؟ انگیزم فقط همین معروف شدن تو اینستاگرام. معروف شدن بود. واقعا متاسفم. ما تأسفتو به چه درد ما میخوره؟ این همه آدم از بین رفته، این همه شهید رو دست ما گذاشتی. تأسفتو به چه درد ما میخوره؟ واقعا توی مستنداتی که اومده شما پول واریز شده به حسابت. این پولا برای چی بوده؟ برای این خوشخدمتی‌ها بوده دیگه. عکسیه که فرستادی، تصویریه که فرستادی، فیلم فرستادی، موقعیت فرستادی. 1% میشه خودت فکر نکردی این خونه خودت باشه، این موقعیت بزنی بیرون همون خونت منفجر بشه، خواهر، برادر، زن، بچه، پدر، مادر از بین بره. دوست داشتی اون خونه خودت باشه؟ نه به خدا ما از تهران برای همین فرار کردیم، گفتیم خونمون خراب میشه رو سرمون. یعنی خودت خانوادت فرار کردن ولی مردم بدبخت تهران بذار زیر بمبارون بمونن. من متاسفم. هیچ تأسفتو میگم به درد نمیخوره. بله. یه سری سرمایه‌های این مملکت از بین رفتن. مردم این مملکت که بزرگترین سرمایه‌ان برای ما، از بچه 2 ساله بگیر تا پیرمرد 70 ساله، زن باردار، عروس و دوماد جوون که با امید و آرزویی بودن به خاطر تو، به خاطر نفهم بازی‌های تو این اتفاق براشون افتاد. خدا من یه مورچه هم نکشتم، حماقت. بله مورچه نکشتی ولی باعث کشته شدن یه جماعتی شدی. نمیتونی هم بگی ناخودآگاه، چون خودآگاه بوده. کسی که ترجمه میکنه متن فارسی رو به عبری، عبری رو به فارسی، نمیتونه بگه ناخودآگاه بوده، نمیدونستم یا گول خوردم. اینا ببین گوش ما پره دیگه از این حرفا. ترس بود. ترس؟ نه خیر، به خاطر اینکه خیانتکاری. قبول داری این کارات خیانت مملکته؟ بله بله. قبول داری؟ بله. خیانتت هم خودآگاه بوده نه ناخودآگاه. بله. دکلای مخابراتی رو برای چی میفرستادی؟ اصلا اینترنت قطع بود، نتونستم بفرستم. عکسشو میگم. بله عکسشو گرفتم. خب برای چی فرستادی؟ سند شده. میگم تو تحقیقات ما هست اینا. نمیتونی چیزی رو این کار کنی. بله بله. برای چی فرستادی؟ دکل مخابراتی، دکل فشار قوی چی بوده؟ اماکن خاصی بوده، جذابیتی داشته که تو بخوای بفرستی؟ اصلا بخوای عکس بگیری ازش چه جذابیتی داشته؟ حماقت کردم فقط صرف این که من خودم مطرح غیر از اینی که تو برنامه بوده اینا رو هم بفرستی تو مرحله بعدی شاید اینا مورد هدف قرار بگیره. ممکنه. موقعی که ممکنه نه، جواب منو با ممکنه نده. بله. دفعه بعدی که هدفشون
زیر ساختای ماه شما دکل مخابراتی و اماکن دولتی و اینا رو بدی که نارضایتی ایجاد کنی بین مردم. توی مطالبی که مارک میکردی یا در واقع لایک میذاشتی زیرش، چرا سلاح لایک میکردی؟ چرا سلاح ها رو کامنت میذاشتی زیرش؟ پستایی که در خصوص سلاح بوده اونم به خاطر مطرح شدن بوده؟ در مورد سلاح؟ بله. من حضور ذهن ندارم. حضور ذهنم میارم برات. معذرت. غیر از اینی بوده که میخواستید مرحله بعدی کارو به جنگ شهری بکشونی؟ تو و امثال تو که بعد اینجا بگید متاسفم. تأسف تو به چه درد من میخوره؟ خدا نکنه مردم کشورم کشته شن. خدا نکنه الان تو این 2-3 هفته باعث کشته شدن مردم کشورت شدی، باعث آسیب زدن به این مملکت شدی، حتما اشتباه به بحران رسوندی مملکت رو. حتما اشتباه کردی. بله حتما اشتباه کردی. بفرمایید، فقط احتیاط کنید. بفرمایید. خب بفرمایید، یه توضیح بدید اینجا چه محلی هستش؟ اینجا خونه سرایداریه که موشک خورد، نمیدونم حالا. چند نفر اینجا سکونت داشتن؟ اینجا یه خانواده است با دو تا بچه داره، شوهرش و خودشه دیگه. که یه کمد بچه هستش؟ بله. یعنی در زمان حادثه دو کودک و یه خانم مادر در اینجا محل سکونتشون بوده که مشغول زندگی بودن. متاسفانه مشاهده میکنیم که عوامل رژیم منحوس صهیونیستی چگونه این آشیونه خانواده رو تخریب کردن. بفهم اینجا هم که دیگه حالا این نفرات تونستن زنده بمونن. بله به خودشون چیزی نشده، فقط این آقا شوهرشون که پایین بود اون بنده خدا سر شکسته بود و با کتفش آجر خورده. این حجم از این خرابی واقعا نمیدونم. بسیار احتیاط کنید که چون ببینید اینجا تمام ظرف و ظروف این بندگان خدا بوده که بله آشپزخونه‌شون و هیچ چیزی ازش باقی نمونده جز یک ویرانی و خرابی. اینم تاپ اون بچه است که اینجا بازی میکرده. تاپ بچه‌ای که بله اینجا مشغول بازی بوده. بله. کفش‌های کودکی که در این منزل نگهداری می شده، لباس‌های بچه و واقعا آدم با دیدن این صحنه ها متأثر میشه. بعد ساعت شد ساعت 1 شب. ما هنوز بین بیمارستان ها با اوین بودیم. اوین بیمارستان. هنوز ماشین خواهر من پیدا نکردم. به عموم زنگ زدم. گفتم عمو، من عمو هیئتم، بذار بیام بیرون باهات صحبت کنم. اومد بیرون، گفتم عمو هستی؟ اومده بوده اوین نیست. خب من میام. 5 دقیقه بعد عمو اونجا بود. عمو میتونست بره داخل. عمو رفت داخل، اومد بیرون، دیدم چشمش پر اشک. تا نگاه میکرد گفتم هیچی نگو عمو. اصلا بهم حرفی نزد، من فقط میگردم. به عمو گفتم عمو این یادگار مادر پدرمه، این دختر منه، امکان نداره پیدا نشه، این باید برگرده پیش من، دخترم، من و خواهرم. چراغ قوه‌های گوشیمون رو روشن کردیم، توی این ماشین این مچاله دنبال خواهرم میگشتیم. بعد میگفتیم صداش کنیم، صدا میکردیم، بلند فریاد میکشیدیم که شاید از یه جایی مثلا یه صدای ما رو بشنوه، شاید یه جایی افتاده تازه به هوش اومده، چون اونجا ماشینا مثلا مچاله شده بود، یه ماشین افتاده توی یه ماشین دیگه. اومدن آتش نشانی اومد، امداد اومد، شروع کردن به آوار برداری. هی هم به من میگفتن این در نیست، خواهر شما اون دره.
یعنی مثلا انگار یه دونه در اینجا باشه، یه در پشت بود دیگه مراجعین گفتن اگر باشه اونجا. باورت میشه آقا من تا نصفه راه رفتم، درمون گفتم نه اصلا نمیکشم بیام اونجا، من میگه اینجام، همینجاست، خواهر من همینجاست، یعنی اون در نرفته. ساعت 4 که شد خیلی از جنازه رو آوردن اینجا، هر مادری اونجا بود شیون میکشید، جووناشون اونجا بودن، سربازا اونجا شهید شده بودن. یه آقای اومده بود دنبال دخترش با نوش میگشت که اومده بود سر کار، کادر زندان بود، اومده بود اونجا کار کنه. یه آقایی بود دنبال 2 تا پسرش میگشت، 2 تاشون هم اونجا سرباز بودن، همونجا نشسته بود، یه دونه این صندلی ها برده بودن گذاشته بودن، همونجا نشسته بودن. گفتم دیگه من از اینجا بلند نمیشم، یعنی هر کاری کنید من اینجا همینجاست. در واقع میگفتم به من یه نشونه از خواهر من بده، من اگه از اینجا برم نمیتونم دووم بیارم خونه، مثلا خونه نمیتونم بمونم، من در اندازه 10 دقیقه اومدم تا خونم که سویچ یدک خواهرم بردارم ببرم نمیتونستم تو خونه بمونم، گفتم نفس ندارم تو خونه. باشه میگم خواهر من اونجا داره مثلا چیکار میکنه، شاید زنده است، شاید زیر خاک حالش بده، من مثلا برم اونجا شاید من فشار بیارم اینا کارو انجام بدم. عموم زنگ زد تو تلفنم گفت موبایل هستی چیه؟ گفتم از این موبایل با کلاساست، سری اسا که میگن خیلی با کلاسه. گفت ولش کن، قابش چه رنگیه؟ گفتم صورتیه. عموم قطع نکرده بود، هنوز گوشی دست من. گفت خودش. نمیتونستم از جنبانشم. زیپو وا کرد، دیدم خواهرمه، بدون اینکه صورتش چیته شده باشه، فقط چشاش بسته بود. خیالم راحت شد نترسیده بوده، چون تو صورتش ترس نبود، لبخند بود. اما هم موقع که زیپ کاوه رو بستن انگار یه سوراخ بزرگ تو وجودم وجود داره. از 40 سال انگار یه مادری که بچه‌شو از دست داده، که 40 سال زحمت کشیده بود براش، انگار کسی که منتظر بود بعد ماه سفر دخترشو عروس کنه. وقتی شما زنگ زدین گفتم میخوام برم بگم خواهر من امید به زندگیش 1000 بود. خواهر من نرفته بود با کسی بجنگه. خواهر من همیشه در حال خندیدن بود. دوست دارم تک و تنها شدن و افتادن، ولی بازم پا شدن و دوست دارم حس کنم کنار تو قطره‌ای از دل دریا شدن و گله های ناامیدی تو سرم میچرن تمام شب دور و برم. گاهی دوست دارم تو گله گم بشم که یادم بیاری پیدا شدن و گاهی بن‌بست‌تر از دیوارم، سنگ هر جایی که سر میذارم یاد میگیرم از این گاهی ها، باز آماده فردا شدن و تو رو داشته باشم اینجا نوره، نور دریای شب و میشوره، تو یعنی همه که انقدر پیشت. دوست دارم تک و تنها شدن و غم دیروز غم فردا، دژ فولادی و مستحکم دردا، تو بخوای محو میشم از یادم، من به عشق پا شدن افتادم.